خودتو 5 سال آینده کجا میبینی؟ جدی خودتو 5 سال آینده کجا میبینی؟ هدف خاصی داری؟ داستان از این قرار بود. من برای اینکه مسیر برام مشخص شه احتیاج داشتم بدونم 5 سال آینده کجا. پس اجازه دادم تخیلم هر چه دلش میخواد بره، هر جوری که دلم میخواد زندگی کنم رو بر خودم متصور شدم. حالا که مسیر برام مشخص شد، هدف برام مشخص شد، نشستم برای خودم تمام راههایی که میتونم به اون هدف برسم مشخص کردم، نوشتم. از بین اونها مسیری رو انتخاب کردم که این 3 تا ویژگی رو داره. مسیری که کم هزینه است، اگه خودم رو یکم تحت فشار بذارم بهش میرسم و به نظر خودم خیلی کولا خفنه. بعدش نشستم یه برنامه 2 ساله نوشتم و بعد یه برنامه 1 ساله و بعد یک برنامه 3 ماهه و بعد برنامه هفتگی و روزانه رو مشخص کردم و روی یه بورد بزرگ زدم که هر روز که خواب بلند میشم بدونم کجام. پس تو دو لیستو بنداز دور که دیگه به درد نمیخوره. تو باید مسیرات جلو چشمت باشن. اینطوری 3 تا چیز برام مشخص شد. اینکه چه آدمایی رو از زندگیم حذف کنم، با چه آدمایی معاشرت کنم، چه مهارت‌هایی یاد بگیرم و کجاها وقت بذارم. یه مثال بزنم که راحت‌تر بر جا بیفته. تصور کن تو می‌خوای 5 سال آینده فضانورد بشی. حالا با توجه به اینکه دلت می‌خواد فضانورد بشی، چه راه حلایی جلوته؟ چه مسیرایی جلوته؟ از چه راهایی میتونی فضانورد بشی؟ ممکنه که تحصیلات آکادمیک احتیاج داشته باشی، ممکنه که زبانتو بخوای قوی کنی و ممکنه که دراگ مصرف کنی. حالا باید تو برنامه 2 ساله، 1 ساله، 3 ماهه و یه هفتگی تو بنویسی و هر روز جلوی چشمت باشه. حالا که هدفت مشخص شد، تو میدونی با چه کسایی معاشرت کنی، چه مهارت‌هایی یاد بگیری، کیا رو از زندگیت حذف کنی و کیا رو اضافه کنی. ایزی. برام بنویس که 5 سال آینده خودتو کجا می‌بینی.